هرچی که بلند است، هرچی که بلند است و که پامیر که بابا، هرچی که بلند است و که پامیر که بابا، هرچی که مزاری است که سرشار هزار است. هندوکش از غور و غرور است نگاهش، شیری که به زنجیر گرفتار هزار است. گرامی می‌داریم یاد آن رهبر فرزانه بابا مزاری را و سپاسگزاری میکنم از انجمن هزاره‌های نیویورک که این محفل منظم و دکوریشن هنری و زیبا را فراهم کردند و از ترکیب محتوای جلسه، از حضور ارزشمند و معنیدار بانوان گرامی که با اشعار و مقالاتشان محفل را روح و عظمت بخشیدند، سپاسگزاری میکنم. من چیزی را که برای شما در این محفل تدارک دیدم عنوانش هست ویژگی‌ها و عناصر دموکراسی انجمنی در اندیشه بابا مزاری. ویژگی‌ها و عناصر دموکراسی انجمنی در اندیشه بابا مزاری. اما تا رسیدن به اصل مطلب دو سه نکته را به عنوان مقدمات یا به عنوان نکات مقدماتی خدمت شما عرض میکنم. یک، لازم و ضرور است که گرامیداشت‌های سالانه از شهید بابا مزاری در کنار گرامیداشت و بزرگداشت از آن رهبر در راستای شناخت اندیشه ها و شخصیت او به صورت علمی و اکادمیک باشد. یعنی اینکه تا اونجایی که ممکن هست ما و شما در فرصت گرامیداشت‌ها از شخصیت و اندیشه های آن شهید در راستای برنامه‌ریزی آینده و یافتن پلان برای آینده خود استفاده کنیم. اگر همین موضوعها اتفاق بیفتد که خیلی هم بعید نیست و از ما و شما بخواهند که حالا وقت این است که بیایید در افغانستان یک نظام جدید را بنیان گذاری کنیم، یک سیستم جدید را بگذاریم. امارت طالبان در حال رفتن هست. آیا ما آمادگی لازم را داریم؟ آیا ما طرح و پلان لازم برای این کار داریم؟ آیا ما میدانیم چه نوع نظامی میخواهیم؟ شاهی، جمهوری، فدرال، چه نوع جمهوری، چه نوع فدرال؟ با تأسف که باید گفت چنین آمادگی در ما نیست. در ما یعنی در کل فعالان سیاسی ما به شمول اونهایی که ادعای رهبری و مدیریت سیاسی و فعالیت سیاسی دارند. لذا ما باید در چنین محافل و چنین فرصت‌های تلاش کنیم به این پرسش ها پاسخ بدهیم. ما باید تلاش کنیم در پرتو گرامیداشت و اندیشه های شهید مزاری راه آینده خود را پیدا کنیم، راه آینده تا این جامعه و کشور خود را پیدا کنیم. آیا سوال این است که آیا در اندیشه های شهید مزاری چنین ظرفیتی نهفته است؟ آیا می توانیم ما راه آینده افغانستان
افغانستان را و جامعه افغانستان را از اندیشه های یک شخصیتی که 30 سال اندی در گذشته است و به شهادت رسیده است پیدا کنیم. خوشبختانه پاسخ مثبت است. مزاری به صورت شگفت‌انگیزی دارای اندیشه های مدرن، دموکراتیک، انسانی بوده است. مزاری فاصله عجیبی با رقیبان خود داشته است، در حالی که رقیبان او در حد اندیشه های اسلام سیاسی، آن هم به صورت بسیار سنتی سیر می‌کردند و مفاهیم سیاستشان در حد شورای اهل حل و عقد، شورای قیادی و تاکتیک های مبارزاتیشان حذف، تکفیر و از این قبیل مسائل بود. شهید مزاری و استاد مزاری مفاهیم بسیار بلند و ارزشمند را در گفته ها و مصاحبه ها و سخنرانی های خود طرح کرده است که ما امروز وقتی این مصاحبه ها را میخوانیم، این سخنرانی ها را مطالعه میکنیم، اصلا شگفت زده میشیم، غافلگیر میشیم. واقعا اینها در اگرچه بسیار با زبان و اصطلاحات ساده و معمولی و مردمی بیان شده است، اما بسیار از ژرفا و عمق بالایی برخوردار است. آنچنان عمیق و ژرف که ما میتوانیم اندیشه های او را در کنار بزرگترین اندیشمندان حوزه علم سیاست بگذاریم. من امروز همین کار کردم. من امروز اندیشه های بابا مزاری را مقایسه و همسنجی کردم با یکی از مشهورترین تئوری های علم سیاست امروز، یعنی دموکراسی انجمنی که نظریه پرداز آن آقای آرند لیفارد است. آرند لیفارد در حدود 3 دهه یا 4 دهه است که این حداقل 2 کتاب مهم را درباره دموکراسی در جامعه متکثر یا انواع دموکراسی نشر کرده است و در دانشگاه یل آمریکا استاد بوده و این آثار در اینجا نشر شده. اما این آثار اینقدر در حوزه نظریه پردازی علم سیاست به خصوص در شاخه دموکراسی خواهی اینقدر عمیق و ژرف است که پس از او هرچی استادان و نویسندگان و تحلیلگران حوزه سیاست آمده فقط شرح و بسط برای همین نظریات است. چیزی تازه و طرح تازه کسی ارائه نکرده است. اندیشه های آقای آرل بسیار عمیق و ژرف است، چیزی که ما به عنوان دموکراسی انجمنی میشناسیم. شما اگر بخواید یک سرچ ساده یا جستجوی ساده در اینترنت بکنید، هزاران مقاله در زبانهای مختلف از آرل لیفارد پیدا میکنید تحت عنوان دموکراسی انجمنی در فارسی یا اسوسییشنال دموکراسی در انگلیسی. من یک همسنجی بین اندیشه های لیفارد و اندیشه های بابا مزاری کردم که به صورت شگفت‌انگیزی اینها با هم همخوانی و مطابقت دارند. نکته دیگر را که من مقدمه باز هم باید عرض کنم، تحول پذیری سریع اندیشه های شهید مزاری است. واقعا شهید مزاری بسیار سریع اندیشه هایش در حال تغییر و تحول بودند. انقدر زود و سریع دچار تحول فکری و اندیشه‌ای
شده شهید مزاری فاصله از اسلام جهادی و اسلام سیاسی و اسلام ولایت فقیه را تا گفتمان دموکراسی و سکولاریسم شهید مزاری پیموده که بسیاری را از جمله نزدیکترین یارانش را غافلگیر کرده. بسیاری از یارانش نتوانست پا و پای مزاری متحول و متغیر شود. پا و پای تحول فکری مزاری نتوانسته بیاید. از جمله شهید ابوذر غزنوی یکی از یاران اهل مطالعه و فرهنگی و بسیار برجسته شهید مزاری است که حتی او هم در کتاب ارزشمندی که نوشته در خاطراتش یکی دو تا انتقاد جدی روی شهید مزاری کرده. یکی این که شهید مزاری کنار آمدنش و همکاری کردنش با خلقی ها و پرچمی های هزاره خلاف اصول حزبی بود. یکی از انتقاداتش هست. انتقاد دیگرش این است که ائتلاف با حزب اسلامی و حکمتیار غیر قابل توجیه مثلا. حالا فرصت نیست، ولی در رابطه گفته ها شما در میابید که شهید مزاری همه آنچه را که انجام داد در یک افق فکری دیگری سعی میکرد، فراتر از زمانه و عصر خود بود. سومین نکته مقدماتی این است که اندیشه های بابا مزاری به شدت ملی بود. بسیار اشتباه و ناقص و اتهام هست در مقام آن شهید که ما فکر کنیم شهید مزاری یک مبارز و یک اندیشورزی بود که دغدغه فکریش هزاره بود و رسیدن مردم هزاره به عدالت. اصلا چنین چیزی نیست. این هم یک از اون کوتاهی های ما و شماست و کسانی که در مورد مزاری نوشتند و صحبت کردند. این است که نتوانستیم خوب اندیشه های مزاری را تبیین کنیم که مزاری چقدر ملی فکر میکرده و چقدر اندیشه های بابا مزاری راهگشا برای افغانستان هست. و اگر ما بتوانیم این اندیشه ها را در افغانستان تطبیق کنیم، تمام مردم افغانستان، تمام اقوام افغانستان، اقلیت و اکثریت به توسعه و سعادت و خوشبختی دست خواهند یافت. یک نمونه که به صورت آشکار این اتهام را از مزاری دور میکنه این است که مزاری وقتی وارد کابل شد یک بخشی از فعالیت‌های مزاری را حمایت از برادران ازبک و یاران جنگال دوستم تشکیل میدهد. او بسیار تلاش میکنه در این دوره که دوستم را و برادران ازبک را وارد پروسه دولت سازی و سیاست کنه، در حالی که دیگر رهبران با تعصب با انواع اتهامات از جمله تکفیر سعی میکرد که برادران ازبک را و برادران مرتبط با جنبش ملی اسلامی را از پروسه سیاست و حکومت افغانستان دور بسازد. این یک نمونه بود و در جریان در ادامه صحبت ها شما موارد دیگر را هم پی خواهید. حالا باز میگردیم در اصل موضوع صحبت. موضوع صحبت ما این است که ببینیم دموکراسی انجمنی، یک کمی توضیح درباره دموکراسی انجمنی بدیم. دموکراسی، اندیشه دموکراسی انجمنی اینقدر امروز در جهان بین اندیشمندان و تحلیلگران پرطرفدار شده است که تقریبا اتفاق نظر وجود دارد بین استادان و تحلیلگران حوزه سیاست که هر جامعه‌ای که دچار تنوع فرهنگی باشد، دارای اقوام گوناگون باشد، زبانهای گوناگون باشند و به اعتبار جامعه متکثر باشند، هیچ راه ندارند که به دموکراسی واقعی برسند و به ثبات سیاسی برسند
مگر اینکه دموکراسی انجمنی را در خود تطبیق دهند. دموکراسی انجمنی چیست؟ دموکراسی انجمنی یک رقم‌های تعدیل شده دموکراسی حداکثری است. دموکراسی‌های معمول در جهان، در آمریکا هم این نوع دموکراسی حاکم است، در بریتانیا هم این نوع دموکراسی حاکم هست. در اینها اصل این است که هر کس اکثریت شد در یک دوره از حکومت داری، تمام اختیارات در اختیار اکثریت هست. اینها حق دارند به اعتبار رأی که بردن هر کاری که با دولت و ملت میکنن آزاد است. نمونش امروز در آمریکا ما شما میبینید. البته یک بعضی راهکارهایی برای کنترل دارند که حالا او رو متعرض نمیشم. اما در دموکراسی انجمنی سعی میکنه میگه خب این دموکراسی که ما در مدل آمریکایی و بریتانیایی را اگر ببریم در کشورهایی که دارای اقوام مختلف هست، یک کسی واقعا یک گروه اکثریت رأی بیاره بعد همه چیز را او مدیریت کنه و به خصوص بر ضد اقلیت ها مدیریت کنه، این چی میشه؟ ما چی کار کنیم؟ آیا بخیر از دموکراسی دست بشوریم یا یک راه حل وجود داره؟ لیفارد و کسانی که نظریه او را در 40 سال پذیرفته میگه که راه دیگه وجود داره و او است که ما باید بعضی از اصول دیگر را در دموکراسی اضافه کنیم تا دموکراسی بتواند در جوامع چند پارچه و متکثر هم تطبیق شود و کسی ضرر نکنه، دموکراسی هم تطبیق شود. او اصول چیست؟ 4 اصل را لیفارد نام میبره، میگه اگر ما این 4 اصل دموکراسی انجمنی را در هر کشور متکثری پیاده کنیم و رعایت کنیم و تطبیق کنیم، هم به دموکراسی دست یافتیم، هم به رفاه دست یافتیم، هم به مشروعیت، هم به ثبات سیاسی. او 4 اصل چیست؟ 1. ائتلاف بزرگ. 2. حق ویتوی متقابل. 3. توزیع تناسبی قدرت. 4. خودمختاری بخشی. لیفارد میگه که هر جامعه‌ای که بتونه این 4 اصل را در زندگی سیاسی و در مدل سیاسی خیش پیاده کنه، اون میتونه هم از دموکراسی برخوردار شود، هم از ثبات و مشروعیت و از رفاه. و بسیار شگفت‌انگیز برای من این بود که من وقتی این 4 اصل را در مصاحبه ها و سخنرانی های بابا مزاری تعقیب کردم، خوشبختانه این مصاحبه ها به صورت کامل، این سخنرانی ها به صورت کامل در سایت بنیاد اندیشه آقای دانش موجود است. از خدمات ارزشمند آقای دانش همیست که اینا را جمع کرده در یک جای. ما شما که امروز از مراجع سخت، از کتابخانه های سخت دور هستیم، به اینا دسترسی داره، میتونید شما رو بخوانید. واقعا بسیار عجیب هست. مصاحبه هاش نکات بسیار آموزنده دارد، به خصوص اون مصاحبه های را که در موضوع در حد صحبت من امروز این نیست، ولی شما میتونید در تعقیب کنید. میتونید مصاحبه های بابا مزاری رو با مصاحبه های مثلا آقای خلیلی یا محقق مقایسه کنید. در او وضعیت حساس وقتی بابا مزاری با خبرنگار فرانسه یا بی بی سی روح میشه و اونا بسیار با شیطنت میخواهد بابا سوال پیش کنه، سوال بسیار سختی تقمیم کنه، میبینیم بابا چقدر محکم و هوشیارانه جواب میده. این موضوع بحث من است، ولی منظور این است که مراجعه به این مصاحبه ها و سخنرانی ها ما و شما را به این میرسانه که واقعا او شخصیت یک شخصیت دیگه بوده، شخصیتی که به هیچ وجه حتی از طریق یارانش در زندگیش به صورت کامل درک نشده. حالا من این 4 اصل را کمی توضیح میدم و دانه دانه سعی میکنیم که گفته های شهید مزاری را با این اصول تطبیق بده. ببینیم که آیا شهید مزاری این اصول را، این اصول 4 گانه
لیپارت را فهمیده یا درک کرده یا در فکرش اصلا بوده یا نه. یک ائتلاف بزرگ. ائتلاف بزرگ یعنی چی؟ آقای لیپارت میگه در یک جامعه متکثر چند قومی و چند فرهنگی و چند زبانی نمیشه که اکثریت کرایه برده حکومت کنه و اقلیت بره کنار. این کار در شود اقلیت حذف میشه، نادیده گرفته میشه، زبانش، فرهنگش به خصوص در مسائل فرهنگی و بنیادی اینا حذف میشه. اینجا راه حل میگه چی است؟ راه حل میگه ائتلاف بزرگ است. باید در چنین حکومت‌ها این حکومت‌ها باید به صورت یک ائتلافی مدیریت شود. از تمام یک چارچوب ائتلافی در این حکومت‌ها بیاید که مهمترین مسائل این جوامع‌ها توسط ائتلاف از نخبگان تمام اقوام و تمام فرهنگ‌ها و تمام زبان‌ها مدیریت شود. یک نمونه سوئیس است. سوئیس الان یک شورای 7 نفره برای اداره کشور دارد. این شورای 7 نفره 2 نفر کاتولیک است، 2 نفر از لیبرال هاست، 2 نفر از سوسیالیست هاست، 1 نفر از شاهزان. این 7 نفر مسائل بنیادی را با هم میشنند و توافق میرسند. اونجا 4 زبان است مثلا. هیچ کس نمیتونه زیر زبان آلمانی، زیر زبان فرانسوی، هیچ زبان یک تصمیم دیگر رو حذف کنه. با خاطر اینکه همه 7 نفر تمام گروه ها را نمایندگی میکنه و باید تمام تصمیم ها در این شورای 7 نفری گرفته شود. خب شیخ مزاری این موضوع رو دنبال میکرد یا نمیکرد؟ شما بسیار فراوانی شنیدید که اصلا یک از فکرهای زیبای شیخ مزاری ائتلاف خواهی و ائتلاف گرایی بود. او ائتلاف خواهی و ائتلاف گرایی را در مراحل مختلفی از مبارزش تأکید کرد، پیاده کرد و سعی کرد که با آن جامعه عمل بپوشاند که من در 3 بخش او را تأکید کردم. دیدگاه ائتلافی بابا مزاری را: 1 ائتلافی درون مذهبی و درون قومی، 2 ائتلاف فرا مذهبی و درون قومی، 3 ائتلاف فرا قومی و فرا مذهبی. بابا مزاری در اولین گام ائتلافی را از درون قوم از احزاب 8 گانه آغاز کرد. مزاری یک زمان به نتیجه رسید که ما با پراکندگی نمیتونیم کار کنیم، حتی از موجودیت خود دفاع نمیتونیم. دیگرها در مصاحبه خود سخنگوی دولت موقت در پشاور در مصاحبه خود اعلام میکنه که شیعه ها و هزارها لازم نیست در قدرت سهیم شود. چرا؟ برای حکومت 2-3% بیشتر نیست. بنابراین ما بقیه حکومت تشکیل دادیم، اونا لازم نیست سهم داشته باشه. مزاری میگه وقتی که بشنیدم دیگه تصمیم میگرفتم که از تمام تفاوت‌های فکری و تصوری که بین ما حزبای اهل تشیع و هزارها وجود داشت بگذاریم و یک جریان واحد را بنیان بذاریم، ائتلاف کنیم تا از موجودیت خود و از هویت خود دفاع کنیم. این یک موضوع که همه در جریان است. مرحله دوم که باز هم شیخ مزاری ائتلاف را تطبیق کرد فرا مذهبی و درون قومی بود. شیخ مزاری در کابل آهسته آهسته به این نتیجه رسید تنها با حزب وحدت هم کار نمیشه. من باید با هزاره‌های سنی ائتلاف کنم، اونها را در کنار خود داشته باشم، هزاره‌های اسماعیلی را در کنار خود داشته باشم و هزاره‌های خلقی و پرچمی را در کنار خود داشته باشم. هر کس در یک بخشی دست و بازو و شانه و کمر و زبان ماست. ما باید از تمام ظرفیت‌های خود استفاده کنیم. این دیگاه ائتلافی بود که او در تحقیق کرد. سوم سطح ائتلاف فرا مذهبی و فرا قومی. بابا مزاری در سطح ملی و در سطح افغانستان هم تلاش میکرد که برای رسیدن به وحدت و تشکیل یک حکومت فراگیر ائتلاف تشکیل بده. او این ائتلاف را از
شورای شمال از ائتلاف شمال شروع کرد با جنبش اسلامی، جنبش ملی اسلامی و جمعیت اسلامی و سرانجام با حزب اسلامی، این سیاست و سیاست ائتلاف گرایانه خود را تحقیق کرد و درست بود. همین این سیاست شهید مزاری درست بود در قسمت کم ائتلاف و چون حذف را نیست، دیگران میخواست سیاست حذفی داشته باشه، در هر مرحله یکی از اطراف میخواد حذف کنه، این درست نه. شهید مزاری سیاستش همین بود که هیچ کس قابل حذف نیست و نباید حذف شود. بنابراین راه ائتلاف را در تمام سطوح دنبال میکرد. این اقوام دیگر هم در اگر ویتو نکند ممکن است در یک مرحله اکثریت ویتو نکند ممکن است در یک مرحله اکثریت چون اکثریت آوردن یک قوانین را تصویب کند که به کلی به ضد زبان، مذهب مثلا و یا دیگر مسائل بنیادی گروه یک اقلیت باشد. بنابراین در سوئیس امیر تماس گفت اون دیگه به خاطر اینکه نمونه‌های دیگر را تکرار نمی‌کنم، همون نمونه شورای 7 نفره سوئیس را من میگم که در اونجا هم امیر تماس باید این شورا که نماینده همه درش هست باید در تصمیم شریک باشد و همه دست جمعی مشارکت کند، قوانین بنیادی اجتماع را و حکومت و جامعه را وضع کند. اگر یک قانونی بر ضد یکی از گروه‌های اجتماعی باشد، نماینده‌اش در اونجا حق دارد که این را ویتو کند. وقتی او میگه من موافق این طرح نیستم، بنابراین طرح قابل تصویب نیست و تبدیل به قانون نخواهد شد. این است. میگه باید در دموکراسی نمیتونید در کشورهایی که چند قومی هست در قالب اکثریت و اقلیت پیاده کنید. در کشور ما افغانستان حتی اگر این قاعده را پیاده کنید، یک روز همون کسی که ادعای اکثریت میکنه هم ممکنه ضرر کنه. مثلا شما تصور کنید که اگر ملا در افغانستان اکثریت اقلیت باشه، یک روزی هزاره، ازبک، تاجیک که نوعا زبان فارسی حمایت میکنه در اکثریت شوند، حکومت را به دست بگیرند، قوانین را تصویب کنند. در این حالت یک فرض محال نیست دیگه. این فرض بسیار آسان است در افغانستان. اگر یک دموکراسی، یک انتخابات، یک ریگی دیگه، این فرضیه بسیار آسان ممکنه یک روزی تطبیق شود. در اون صورت این سه قوم چون اکثریت هست در حکومت هست، قوانین ضدی مثلا ضد قوم پشتون یا زبان پشتون تصویب کنند، این چی میشه؟ برای همیشه قوم پشتون و جامعه پشتون را از حقوق بنیادیشان محروم میکنند. در حق ویتوی متقابل میگه باید در حکومت یک راهکارهایی داشته باشیم که مثلا این پشتونها در اونجا کسانی داشته باشد که بتونه جلو از این نوع قوانین را بگیرن و ویتو کنن. آیا در سخنان شهید مزاری و در اندیشه شهید مزاری هم چنین فکری بوده؟ در گفته‌هاش نشان پیدا کرد؟ بله، فقط با این فرق که لفظ ویتوی متقابل ما نداریم. در فرمایشات بابا این لفظ نیست اما محتوا هست. این محتوا حداقل در 3 مورد من برای شما اینجا نشان میدم که بابا مزاری طوری حرف میزنه که آدم فکر میکنه که منظورش همین ویتوی متقابل است. یک، در اونجایی که بابا مزاری برای نظام فدرال استدلال میکنه، بابا مزاری باید استدلال میکنه که باید نظام فدرالیست داشته باشیم، طوری حرف بزنه که میگه که اگر ما نظام فدرال نداشته باشیم ممکن است بار دیگر من دیگه به خاطر از که وقت سربجایشان متاسفانه نمیتونم کل جملات یک پاراگراف بابا را بخوانم، مجبورم در تمام از این موارد در این کار رعایت کنم. وکیل صاحب میگه وقت است و پس بگذار حقیقتا همین مورد رو بخوانم. بابا مزاری وقتی برای
حکومت فدرالی استدلال میکنه اینطور گپ میزنه. شما دقت کنید که طور گپ میزنه که میخواد بگه که ما باید در حق ویتو داشته باشیم، باید کسی رو داشته باشیم که علیه ما در سطوح عالیه تصمیم نگیرد. میگه ملیت هایی که محروم بوده و تحت فشار بوده اگر قانون فدرالی نیاید هیچ گونه تضمینی وجود ندارد در آینده قتل عام نشود، باشد در آینده کشته نشود، در آینده تحت فشار قرار نگیرد. تنها اطمینانش این است که سرنوشتش را خودش باید تعیین کند. ما در طول تاریخ افغانستان 3-4 بار قتل عامی شده ایم. در دوران عبدالرحمن 62% مردم ما از بین رفت. چطور میشود که ما اطمینان کنیم که یک حکومت مرکزی که به وجود بیاید ما خلی صلاح شویم دوباره این مسئله تکرار نشود؟ هر خلی صلاح و حرفا که بوده حکومت متمرکز و پرقدرت بیاید ما خلی صلاح هم شویم امو تاریخچه عبدالرحمن ما تکرار نشود. و کسانی که در دفعه قبل تجویز کرده بود امروز هم تجویز نکنند. فتوا داده بود، منظورش این است. لذا تنها راه آرامی در افغانستان و تنها راهی که تجزیه نشود راه ملیت‌های همبستگی این است که ملیت‌ها همبستگی خود را هم حفظ کنند و تمامیت اراضی افغانستان هم حفظ شود. فدرالیسم است. ببینید شهید مزاری در اینجا 2 بار کلمه اطمینان میگه. ما حکومت فدرالی رو بگیریم که در اونجا مشارکت داشته باشیم تا اطمینان پیدا کنیم که در آینده دوباره سرنوشت تلخ بر ما تکرار نمیشه. در جای دیگر که باز هم محتوایش همون حد ویتوی متقابل است بسیار روشن‌تر. البته اینجا طرح تقسیم پست‌های کلیدی است. این شما شنیدید و بسیار هم شنیدید که متاسفانه رقیب‌ها و دوستان نادان حتی از این خواسته‌ای بسیار بر حق و مردمی و منصفانه شهید مزاری بر ضد از او استفاده میکنه و گاهی اوقات ای را یک ضعف برای اندیشه‌های شهید مزاری میدانه. شهید مزاری وقتی که میگه که باید باز دیگه این طولانی میشه ولی مفهوم ما میگم شهید مزاری میگه ما باید پست‌های کلیدی را برای 4 قوم اصلی در افغانستان بریم. پست‌های کلیدی که ممکن پست‌های کلیدی در هر جامعه یا در هر شرایطی فرق کنه ولی در اون شرایط حالا از دیدگاه بعضی ها مثلا وزارت داخله، وزارت دفاع یا نمیدارم این 4 وزارت اصلی که قدرت را در اختیار داره اینا میگن نباید اختیار یک قوم باشه. اون نمیگه این در اختیار هزاره باشه. اون جالب است که در آخرش یک چیزی خوب میگه که ما یک بار دیگر نشان میده که شهید مزاری هیچ فقط برای هزاره فکر نکرده برای همه فکر میکرده بود. اون مثل یک اندیشمند سیاسی در سیاست فکر میکرده. او چی گفته؟ بر مبنای این طرح مناصب عالی دولتی و پست‌های کلیدی به تناسب آرای و دست آمده میان احزاب و نامزدها تقسیم شود و گونه‌ای که هیچ حزب یا گروهی نتواند بیش از یک منصب کلیدی را اختیار بگیرد. گفته هیچ حزب و گروهی حق ندارد بیشتر از یک منصب کلیدی شامل هزاره میشه. هزاره حق ندارد بیش از یک منصب کلیدی داشته باشد. همه باید یک منصب کلیدی داشته باشد که اگر طرفی کجروی کرد بتونه حقوق ویتو کنه، بتونه راه مانعش شود. این یک از فکرهای بسیار درخشانی بابا مزاری که خب با بزرگ در ایش ماهیتش همون ویتوی متقابل است. اگر 4 قوم اصلی البته در ادامه او گفته که دیگر اقوام هم به تناسب نفوس و رأی خود سهم داشته باشند. تنها 4 قوم هم نیست. بارها را در صحبت‌های خود در مصاحبه و سخنرانی‌های خود تاکید کرده. سومین چیزی که بوی یا مفهوم ویتوی متقابل درش دیده میشه تاکید بر مشارکت در تصمیم گیری است. بابا مزاری بارها تاکید میکرد که ما باید در تصمیم گیری شریک باشیم. او چیزی را که دکتر شاهجان نقل میکنه که هیئت که خودش هم جزش بود از دولت ربانی آمد بشه شهید بابا مزاری گفتن که ما 5-6
وزارت به تو میدیم بیاییم که مشکل حل کنیم. با مزاری شما حاتم بخشی میکنید، دولت وزارت از کجا میکنه که حزب وحدت بده؟ مزاری میگه ببین حرف من این است که من نمیخوایم شما بخشش دهیده من بخشش خور باشم. حرف من این است که من در تصمیم گیری شریک باشم. تو من در اصل تصمیم گیری شریک کن، یک وزارت هم حزب وحدت را کافی است. یعنی چی؟ این همون شورای سوئیس که گفتم در اون جایی که بچه‌ها با وزاره میگه در اون اتاق که میشه تصمیم میگیره من باشم مثلا اون در اون جمعه باشم من یک وزارت هم کافی است. خب یکی تو این یعنی حق تو. خب دوستان کاغذ هم دادن، این خیلی طولانی مانده، تقریبا نیست شده گپای ما، ولی خب خیلی باید تیز شوم. توزیع تناسبی قدرت یک از اصول دموکراسی انجمنی این است که قدرت به تناسب نفوس جامعه توزیع شود. این حرف را شما بارها از زبان بابا مزاری شنیده. من همینجا چند نمونه از حرفایش آوردم که سید مزاری میگه که قدرت را ما با تناسب نفوس جامعه افغانستان باید توزیع کنیم. این را هم در کرسی های پارلمان، هم در خدمات دولتی، هم در بودجه ها. من از جمله تعدیلات اداری بابا مزاری میگه که نباید یک ولایت، یک ولسوالی که 160,000 جمعیت داره یک نماینده داشته باشه و یک 16,000 داره هم یک نماینده داشته باشه. این توزیع تناسبی نیست. ببینید چه زیبا اصل سوم هم در سخنان مزاری آمده. موارد زیادی اینجا هست که دیگر نمیگم. یک از مواردی که سید مزاری بسیار به خوبی روش تاکید میکنه که من دوست دارم روش تاکید کنم، مشارکت در تدوین قانون اساسی است. مزاری در یک جای بسیار به زیبایی میگه که من باید در نوشتن در تدوین قانون اساسی شریک باشم. چرا؟ به خاطر اینکه این تعبیر خود سید مزاری است. اگر نمایندگان همه ملیت‌ها در تدوین قانون اساسی سهم نداشته باشند، قانون به گونه‌ای نوشته می‌شود که برخی از اقوام از حقوق خود محروم شوند. من باید باشم اونجا تناسب من و متاسفانه همینطور شد. با همه تاکیداتی که شهید مزاری داشت قانون اساسی دوله جمهوریت طوری نوشته شد که ما به حقوق خود نرسیدیم در اونجا و کسانی که از ما راه یافت سرشان کلاه رفت. دیگه ولی فرصت نیست که ما برایتان بگویم او قانون جمهوری، او جمهوری نبود، او نامش جمهوری بود، او شبه جمهوری بود، او پادشاهی بود. من دیگه فرصت نیست که بگویم چطوری وقت نیست. جنبندی که من میخوایم پس بنابراین اگر ما حرفهای و اندیشه ها و مصاحبه ها و صحبت های بابا مزاری دقت کنیم، همین 4 اصلی که امروز در کشورهای مانند سوئیس، بلژیک و کشورهای بسیار پیشرفته سوئیسرلند و اونجا 30 چند کشور نام میبره از جمله لبنان البته پیش از جنگ حساب کنیم تطبیق میشد، اینها به سعادت رسیده، به ثبات رسیده، به پیشرفت رسیده. خوشبختانه همین اندیشه ها در اندیشه ها و گفته های بابا مزاری بسیار از زیبایی بوده. حال لازم است که نسل ما، همه شهروندان افغانستان، هزاره و غیر هزاره، همه بکوشیم که به جای طرح‌های مانند عبور از مزاری بازخوانی اندیشه‌های مزاری را باب کنیم. چرا ما سرگردان اندیشمندان شرق و غرب باشیم وقتی دانشمندی داریم که 10 سال پیش با پوزش 30 سال پیش همون حرف‌ها را به صورت بومی در کابل گفته، ما چرا اندیشه‌های او را تکرار نکنیم؟ چقدر سخیف و جاهلانه است این حرف که بعضی ها میگن که خب حالا بیاییم بگذاریم. این معنی نداره که شما از مزاری نگذاریم، ما از حکمتی ها رو نمیدونم از مسعود و ربانی بگذاریم، بیاییم از کلیش بگذاریم.
نه، اصلا قابل مقایسه نیست. تو جوان تحصیل کرده پشتون و تاجیک در کلاس دکترای علوم سیاسی مگر بشینی اندیشه های شهید مزاری رو تطبیق کنی نمیتونی چیزی پیدا کنی که تو را نفی بده باشد و ضرر تو و ضرر افغانستان باشد. اما با تأسف در اندیشه های از این بزرگوارای دیگه این گنفو یافت میشه. مشمولش همون دولت ائتلافی پشاور بود، دولت موقت دیگه در اونجا هزاره و تشیع راه نداده بود. سخنگوی که در اونجا جمعیت اسلامی هم حضور داشت دیگه، آقای ربانی حضور داشت، آقای مسعود هم حضور داشت. سخنگوی نشنا آمد گفتن که اینا 2% است، لازم نیست اینا. خب شما یک روشن فکری تاجیک یا پشتون از این طور یک رهبراش طور میتونه از برنامه دفاع کنه؟ اینا قابل دفاع نیست. خب یک کسی که چنین در این سطح از اندیشه بابا مزاری دارد که در حد بزرگترین تئوریسین‌های علمی سیاست و دانشگاه معتبر جهان قابل تطبیق است، این نمیشه با اونا مقایسه کنیم و بگیم که بیاییم مصالحه کنیم از زیاد بگذاریم. برعکس اون زمان جامعه جاهل بود، حسرت بخوریم که اندیشه های عمیق درک نشد، نه تنها درک نشد که در مقابلش ایستاد شد و جمع شد با این اندیشه ها. امروز که ما پیشرفت کردیم و میتوانیم این اندیشه ها را درک کنیم، بیایید جبران کنیم این را. بیایید از این خب دیگه وقت گذشته، من بیشتر از این وقت شما را نمیگیرم. من در پایان یک بخشی از شعر را درباره شهید مزاری داشتم خدمت شما میخوانم. این شعر را من در 2013-14 گفتم، در اون زمان که ماندلا فوت کرد، یک ناراحتی و غمی در جهان پیدا شد، ماندلا فوت کرد. من یک شعر بلندبارایی در گفتگو با ماندلا گفتم که یک فرازش برای بابا مزاری است. این را برای شما میخوانم و ختم میکنم. ماندلا پدر را که اسیر کردن، قاتلان پیش از آن که جنازش را عکس‌های یادگاریشان را برایم فرستادند. عکس‌هایی که در آن دست در گوش پدر برده بودند، عکس‌هایی که در آن دست و پایش را به زنجیر بسته بودند. اما چشمهایش هنوز درخشان بود، چشمهایش هنوز سرشار از برق حماسه های 40 دختران بود. دشمن فقط دست و پایش را در زنجیر پیچیده بود، اما پدر با چشمان سبز شمالیش در یک نگاه تمام اسطوره‌های بلخ بامی و سواران پشت در پشت تیاری را برق زد و به من الهام بخشید که فرق شیرین بیستون و شیرین ارزگان را بدانم. سنگها را هر کسی بر فرق میتواند زد. عاشق شیرین ارزگان بود که فرق را بر سنگ زد. عاشق آن است که خود تیشه بر فرق زند، نه فرها. پدر با آخرین نگاه سبز خونالودش فریاد میزد: دخترانم، من تنها کابل سیاه را دیدم، کابل خونین را، کابل گرسنه را. اگر شما کابل سبز را دیدید، اگر شما در این شهر دیگر جنگ را مشاهده نکردید، با شادمانی آن را فراموش کنید، تفنگ را فراموش کنید، انتقام را نیست. اما گیسوان سرخ بنفشه های پاک دامن افشار را هرگز. دخترانم، 40 دختران را به خاطر بسپارید، 40 دختران را همیشه به خاطر بسپارید، 40 دختران را در خیابان‌های برچی و افشار زنده نگاه. همینجا بود که او چشمان سبز شمالیش را فرو بست. والسلام.
در جوامعی که دارای تنوع فرهنگی، زبانی و اجتماعی هستند، رسیدن به دموکراسی واقعی و ثبات سیاسی ساده نیست. بسیاری از اندیشمندان معتقدند که تنها زمان میتوان به ثبات و عدالت رسید که دموکراسی انجمنی درک و عملی شود. دموکراسی که در آن همه گروه‌ها و بخش‌های جامعه در قدرت سیاسی سهم داشته باشند و هیچ گروه کنار گذاشته نشود. استاد تابش همچنین تاکید کردند که اندیشه‌های شهید مزاری کاملا با این نوع دموکراسی همخوانی داشت، زیرا شهید مزاری همواره بر مشارکت همگانی، عدالت اجتماعی و ائتلاف فراحزبی و فراقومی تاکید داشت و باور داشت تنها از این مسیر میتوان به همبستگی ملی و ثبات پایدار دست یافت. به گفته استاد، اندیشه شهید مزاری نشان می‌دهد که دموکراسی واقعی نه در انحصار اکثریت بلکه در شراکت برابر همه گروه‌ها و نیروهای جامعه معنا پیدا می‌کند. از سخنان عالمانه و پربار سخنور توانا، شخصیت فریخته و شاعر دردآشنا استاد قمرعلی تابش صمیمانه سپاسگزاریم.